آقای زرین، به نظرت بله. مهمترین دلیل این که ما باید یک همراه داشته باشیم در این سفر پرپیچ و خم زندگی چیه؟ این سوالا رو دارم ازت میپرسم چون بله. میخوایم برسیم به اصل مطلب. یکی از مهمترین دلایلش آرامش روانیه. وقتی درسته. بدونی یکی هست که همیشه بهت اهمیت میده، حتی وقتی که همه چیز سخت و پیچیده میشه، اون آرامش واقعیه. داشتن یه همراه باعث میشه که انگیزه بیشتری تو زندگی داشته باشیم برای پیشرفت. قبول داری؟ انگار وجود یه نفر کنارمون بهمون نیرو میده که حرکت کنیم و برای آیندهمون برنامه ریزی کنیم. برای همه شماهایی که دارید صدای ما رو میشنوید، آرزوی داشتن یک همراه و همسفر خوب رو داریم. به افتخار همه شما یک ترانه شاد بشنویم و برگردیم همینجا با ادامه برنامه.